سلام رفقای من، حالتون چطوره؟ من هستم توی هستم به یه ویدیو جدید. خوش اومدید. خیلی وقت بود که رنده نکرده بود. یک ساسی بعد از پخش موزیک گفته بود داب اسمشاتون رو بفرستید واسم، من استوریش میکنم، یا منو تگ کنید یا اد استوری میکنم، یا پستتون رو بفرستید تو استوریام میذارم. و همانطور که هممون میدونیم ملت غیور ایرانی همیشه در صحنه دوست دارن یه نقشی بنمایند و هنر خودشون رو نشون بدن. بریم با هم دیگه این داب اسمشا رو ببینیم، بهشون ریاکشن نشون بدیم. شما هم یادتون نره اگه از این ویدیو خوشتون اومد وسطای ویدیو آروم دکمه لایک رو بزنید، آروم دوتا کامنت همون زیر بنویسید و اگر منو برای اولین بار میبینی حتما دکمه سابسکرایب بزن و حتما اون زنگوله هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم پیغامش واسط بیاد. دوستتون دارم خیلی زیاد. موچ به کلتون. بدون هیچ معطلی بزن بریم. اصلا فکر بد نکنین، واسه اون نیومده اینجا داب اسمش اجرا کنه، فقط خواست هنرشو نشون بده به شما. زوم اوت ها کن. اومد عقب. هویج بدبخت اینجا چیکار؟ کاش هویج بودیم. آها خودش نشون میده سفید. دیگه چی؟ دیگه چی دلت میخواد؟ شاسی بلند خوبه. این آهنگ داره میخونه برای دخترها. چرا دیگه دختر میگه یه دونه سکسی بیاد 85 باشه همین؟ من نمیدونم چرا باید یه دختر بگه یه سکسی بیاد 85 باشه همین. فیلتر رو دقت کن. موزا فیلتره. خب دیگه حالا نشون دادی تموم شد رفت دیگه، گم شو برو. دختر عاشق یه تیکن ها، این شاسی بلند دارم میخواد. اوه زیدیه رو نشون داد. خب برو یه جا که خلوت باشید، دارن زر میزنن تو پشت داره ویدیو میگیری. خدا نکنه این دخترها یه داب اسمش بگیرن. آقا آرایش که حالا به کنار، آرایش که میکنن، فیلتر و دهن فیلتر رو میسان، انقدر فیلتر میذارن اصلا. یه فیلتر گذاشته واسه موژه، یه فیلتر گذاشته واسه روتوش صورت، یه فیلتر هم گذاشته اینجوریه. حالت قدیمی طوری میکنه ویدیو رو. واقعا آمین یا رب العالمین. ایشالله که نری. حالا وای این کاملا اومده نشون دادن، واسه ویترین کردن. یه خورده به چشماش هم نگاه کنید این وسط. یا رب العالمین. ایشالله که امشب نریم. دوستانی که دنبال شوگر هستن بهتون معرفیش میکنن دیگه، برین تو کارش آیدیشو در بیارید بریم. مبارکتون باشه. ناخوناش چیه؟ حاجی اون ناخونه. افکت دیدی؟ برو گم شو با. الان میرینه خاله لیلا. نه خوبه، زیاد نرید بس دیگه. بیا
حالا خاله لیلا کدومتونه میشه من بگید؟ آها اینه؟ نکن دیگه، ما منتظر بودم بکن. به درد اینجوری به درد نمیخوره، اینجوری داب اسمش گرفتن به درد عمت میخوره. برو. رخ سیس پرستیژ گرفته، رخ عقاب. فقط آمین یا رب العالمین، اونم که دیگه بلده. وقت گذاشته ادیت کرد. آفرین لیلا. خاله چه کامپوزیتی که وقت گذاشته. آفرین. داب اسمش تاپی بود، زحمت کشید. ایول عالی بود. شما بگید دیگه عالی بود دیگه، کامنت حتما نظر بدید. بچه‌ها شما کامنت ها بگید دیگه کدومشون خوبه کدومشون زیاد اصلا خز و زیاد اصلا حال نمی کنید باهاشو بگید تو کامنت ها. نبینم بیکار بشینید فقط تماشاچی باشید. دستی برسونید اون پایین، دوتا کامنتی بذارید. حالا یه سری با گوشی میبینن، یه سری با لپتاپ و کامپیوتر میبینن، من نمیدونم، ولی یه دستی بیاریم پایین، دستور حرکت بدید هر از شرمگاهی. بیکار نشینیم با هم دیگه. قربونتون برم من. زحمت کشید، واقعا زحمت. چشم میگم بیاد. آفرین. شواف نکنید دیگه. شاید یه نفر نتونه بره مهمونی، بره پارتی. اصلا شواف چرا میکنی شما؟ اشغال. نگاه کنید لباسش پوشیده است و نیز هیچ جایش پیدا. آفرین لیلا. این چیه؟ پاسپورت داری خاله لیلا؟ پاسپورت کجاست؟ کربلاست؟ یه ترکیه. آفرین لیلا. خاله یه اسم دیگم داره بهش میگن خاله سهیلا. چه اینجوریه قیافش؟ تینه جنا. نه اون تو نخون دیگه. تو اگه نمیخوندی کیس خوبی بودی. نخون. این زبون نخون. آمین یا رب العالمین. نخون. تو شهرشون زیاد بارون میاد واسه اینکه چتری زده. تو باحال گفتم. 2 cc بالا 2 cc پایین، 4 تا cc زده. خار مادر فیلتر و سایده اینجا. برو دیگه بابا. چقدر شبیه سحر قریشیه. من فکرم سحر قریشی دیدم. برو موهاتو خوش کن. موهاشو تازه رنگ کرده. فیلم عروسیتون هم دیگه با این آهنگ نگیرید دیگه بابا. چه وضعشه؟ من نمیفهمم این چه وضعشه. فیلم عروسیتون هم با این موزیک دار میگیرید. خاطره میشه فیلم عروسی. نکنید این کارو. 10 سال دیگه 20 سال دیگه خودتون افسوس میخورید. این چه آهنگی بود؟ من باش ویدیو گرفتم. موها رو تازه کراتین کرده. شعاف موه. به به. دنسره.
2 دقیقه تکون نخور ببینم دارم چیکار میکنه. اینو فن چقدر احساس کنم خانم سنگینه. کار ندارم شاید این دوتا خواهر باشم با هم دیگه، ولی داب اسمش‌های قبلی رو با اینا با جدیدا مقایسه کنید، چند تا قبلی همه شبیه هم دیگن. از بس همه رفتن موژه کاشتن. این تسبیح چه دست منه. موژه کاشتن 2 سی بالا 2 سی پایین و دماغ عمل و دیگه یه پرسینگ هم اینجا میزنن گهگدایی. همه باد کردن، همه شبیه هم دیگه. بابا دستگاه زیراکس نیست که همه یه جورن. بعد پسر به زیدش میگه مثل تو پیدا نمیشه. بابا برو یه خورده تو خیابونا بگرد، ندیدی داداش تو خیابونا هستش، پیدا میشه. بیا اصلا احساس میکنم این خواهر اون قبلی هست، شبیهونه. یعنی خانوما قشنگ ریز میخوان تو چشم کنن یه چیزی رو، حرکتشون ریز میرن. بعد اینو اصلا باید ذهن خلاقی داشته باشه. دستایی که میاد تو کادر ببینید قشنگ میخوان ناخناشون نشون بدن. آفرین لیلا. بیا اینا تو آب بیفتن غرق نمیشن، اینقدر باد دارن. اینجوریه. گو خورده اونی که آویزون تو این ست تو. من دلم میخواد راک میره به لرز زمین، کاش یه دونه سکسی بیاد 85 باشم. بگو آمین یا رب العالمین. این رخشو پیدا کرده، همون رخو گرفته، همون داب اسمش کرده. تکون نمیخوره دیگه، بدونید دیگه واسه چی تکون نمیخوره. رخ خودشو پیدا کرده، همون رخ قشنگترین رخشه. پک نزن بابا، الان پرواز میکنی. بیا اتوبان این چقدر پهنه. این دیگه چی میگه؟ دندونا چی میگه؟ زاویه دیگه چی میگه؟ زاویه فک هیچ داشت پیدا نیست. نشون بده، نشون بده خاله لیلا رو. این چیه؟ این چه خط چشم؟ خط چشم میگن چی میگن؟ سایه چی بهش میگن؟ این چیه؟ پشمو وحشت میکنه اینو ببینه. کی بهت گفته جذابیه؟ شاف نکن دیگه. کجایی؟ سوئدی؟ اونوری؟ هر جا هستی خوش باشی. تو حتما باید نشون میدادی جاده رو. بعد تو اونور هستی اینجوری آرایش میکنی. من ریدم تو بلش کن. بریم بعدی. قشنگ آیدی کرد تو چشم. اینقدر آیدی زده، اینقدر. خاله لیلا نگاه کنید لباسش پوشیده است و نیز هیچ جایش پیدا. آفرین لیلا خاله در عوضش میره تو بیت تعطیلات عیدا. آفرین لیلا خاله یه اسم دیگم داره بهش میگن خاله سهیلا. آفرین لیلا. خب بسته زیاد گو خوردی. اینو ندیدیم ما یه بار؟ خیلی شبیه. نفس میکشی سوراخ نداره. سالن زیبایی و تبلیغات ساسی هم میذاره تو پیجش. چه ذوق میکنه دندوناش نکن. آفرین آفرین ساسی هم گذاشت. کاملا فلته. اونایی که باید بفهمن فهمیدن کاملا فلت بود. تینیجه دیگه، چه انتظاری دارن تینیج. هممون تو خیابون در روز این قیافه رو میبینیم. یعنی اینقدر همه شبیه هم دیگه. داره اینجا شبیه چین میشه. من نمیدونم
چیکار نمی‌تونی با خودت. پیشرفت کرد. آفرین. پیشرفت چندانی نکرد ولی پیشرفت زیاد گم می‌خوره. و بریم بعدی. بچه‌ها یه دست بزنید واسه خاله لیلا، نگاه کنید لباسش پوشیده است و نیست هیچ جایش پیدا. وقتی دندون درد میگیره اینجوری است می‌بندی. آفرین لیلا، خاله در عوضش آها، سالن ناخن قشنگ. دوستان در حین کار یه دوتا غیر و یه دابسمش هم میان وسط یه کارشون و محل کارشونشون گم شده. بابا چرا همه شبیه هم؟ چرا شو بابا اون بیچاره سگ تا بحث دبی شد خودش کشید وسط. اصلا به تو هیچ ربطی نداره. اون باید بره دبی. دیگه خار مادر فیلتر گم شو. زخم کردی. جون چه پسری. واقعا مادر خوبی داری. بچه‌ها یه دست بزنید واسه خاله لیلا. چیه این سیم ظرفشوییه؟ نگاه کنید لباسش پوشیده است و نیست هیچ جایش پیدا. آفرین لیلا، خاله در عوضش میره دبی تعطیلات و عیدا. اصلا قشنگ نیست. یه شاسی بلند دلم میخواد راه که میره به لرز زمین، کاش یه دونه سکسی بیاد. همه شاسی بلند میخواد. اینم در حین رنگ کردن موها تو یه دابسمشی هم ول بدیم واسه. آها کراشت اومد موها رو نشون بده فقط چه رنگی کرده. اصلا ما نمیخواستیم موها رو ببینیم و اصلا نمیخواستیم رنگ موها رو ببینیم. بابا با خانواده دیگه این آهنگو نرید. نگاه کنید لباسش پوشیده است و نیست هیچ جایش پیدا. آفرین لیلا، خاله در عوض افکت تلفون. دیگه از ناچار بود یه تکونی داد. نگاه کنید دیگه دوربین اومد جلوش مجبور یه تکونی بده. وقت نذارید بابا آدمش نکنید ارزش نره. بچه‌ها یه دست بزنید واسه خاله لیلا، نگاه کنید لبای میزونی داره. لباسش پوشیده است و نیست هیچ جایش پیدا. آفرین لیلا. خاله در عوضش میره. بچه‌ها یه دست بزنید واسه خاله لیلا، نگاه کنید قشنگ میزون کرده کادر کجا خوب میشه کجا رخ صورتش عالیه. تکون نمیده زیادم با خوش تکون نمیده. اینایی که خودشون تکون نمیدن زیاد توی ویدیو یه حرکتای زدن یا فیلتر موژه انداختن یا فیلتری انداختن که اگه تکون بخورن رنگ صورتشون تغییر میکنه. اینایی که آیدیشونو میزنن رو ویدیو خیلی باحالن. مثلا طرف فقط بیکاره بیاد بین 100 تا دابسمش مثلا دابسمش تو خوشت بیاد مثلا از دابسمش تو خوشش بیاد تو رو فالو کنه. البته آدم بیکاره که زیاده ولی ما هم داریم این نگاه میکنیم. ولی چرا باید بریم داخل پیجش؟ میشه رفت داخل پیجش؟ نمیشه رفت داخل پیجش. بچه‌ها یه دست بزنید واسه خاله لیلا، نگاه کنید لباسش پوشیده است و نیست هیچ جایش پیدا. آفرین لیلا،
این خوبه، اینم خوبه فعلا. درسته خود نور ویدیو زیاد شده که اینا بعضی ریز خوشم میاد، ریزی حرکتایی میزنن، اون حرکتاش قشنگه. نور ویدیو خورده زیادتر شده، حالا کنتراست و برایتنس اون زیاد شده نشون میده که مثلا صورتشون خیلی سفید و ترتمیز و دیگه جوش معلوم نمیشه. میگم تا اینجا دیگه بس باشه، تا همینجا بسه، بقیه‌اش بمونه برای پارت‌های بعدی. اگه دوست داشتید حتما تو کامنت بنویسید که پارت‌های بعدی هم زودتر آپلود بکنم. تا ویدیوی بعدی دوستتون دارم. یادتون نره که تا اینجا رسیدید ویدیو لایک کردید، کامنت رو گذاشتید و اگر چنل سابسکرایب نکردید منو برای اولین بار می‌بینید چنل سابسکرایب کن و زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم پیغامش بیاد. یه چک کنید ببینید چنل سابسکرایب کردی یا نه. تا ویدیوی بعدی خدافظ.